و کسانان ماه مبارک رمضان را از روی بنده بودن، از روی امت بودن با جبین باز تأویل میگیره. ما او را از کجا تفاوت بکنیم، از کجا فرق بکنیم؟ اینجا نشانه او را بیان میکنم. این که اول بیاییم ما که در صورت فهمیده می شود که ما ماه مبارک رمضان را با جبین باز تأویل گرفتیم، از این که بنده هستیم تأویل گرفتیم، از این که فرمان الله و رسولش هست ما تأویل گرفتیم. اینجا ما دید به 11 ماه یک ماه عبادت ما را بیشتر میکنیم. ما دید به 11 ماه یک ماه غیبت و بهتار و این چیزها را کل ما ترک میکنیم. ما دید به او 11 ماه به این ما بیدارخوابی میکنیم. ما دید به 11 ما به این یک ماه به تدبیر اونا میرسیم، به نماز جماعت میرسیم، به چیزهای نفلی و اونها هست ما شوق علاقی خود را زیادتر نشان میتیم. اینجاست که ما با جبین باز ماه مبارک رمضان را تأویل گرفتیم. چرا؟ مطابق حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس لله حاجة فی ان یدع طعامه و شرابه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید در ماه مبارک رمضان اگر کسانی که دروغ را اگر ترک نمی کنه، عمل کردن به دروغ را ترک نمی کنه، فلیس لله حاجة، از برای الله تبارک و تعالی کدام ضرورتی به ماه به روزه گرفتن این نیست. فلیس لله حاجة ان یدع طعامه و شرابه، اینکه ترک بکند طعامش را و شرابش را یعنی خوردنوشش را ترک بکند، ولی اون طرف دروغ را میگه طرف خوردنوش را ترک میکند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگه به کدام حاجتی نیست. پس بنابراین ما زمان فهمیده میشود که ماه مبارک رمضان را از خوشحالی ما گرفتیم. در این زمان گفتن فهمیده میشه که ما در حدیث عمل بکنیم، دروغ را بالکل ترک بکنیم، از دروغ پرهیزگاری بکنیم و یکی ماه مبارک رمضان از مجبوری هست، از ترس خدا نیست، از ترس مردم هست، از شرم رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست، از شرم مردم هست. اون به چه شکل رمضان هست؟ رمضان هست ما سحری میکنیم، سحر میخیزیم فایده خودمان به این خاطر که ما صبح گرسنه نمانیم، ما تا بیدار دهن خود را بند میکنیم، ولی دروغمان ادامه داره. از یک ماه کرد، از 11 ماه کرده به این بیشتر شده، غیبتمان ادامه داره، تهمتمان ادامه داره، نفاقمان ادامه داره. هیچ تفاوت در عبادتمان نیامده، هیچ تفاوت در لسانمان نیامده، هیچ تفاوت به دست پایمان نیامده. پس این که این روزی هست که از مجبوری هست، چون که روزه این از ما و شما نمیخواهد. ماه مبارک رمضان تنها خورد و نوشیدن کردن را نمیخواهد. ماه مبارک رمضان باید خورد و نوش را هم بند بکنه، عیناً کذالک غیبت و بهتان را هم باید ترک بکنه، دروغ را هم باید ترک بکنه، سخنچینی را هم باید ترک بکنه. این چیزی هست که ماه مبارک رمضان از ما و شما میخواهد. پس از اینجا ما میفهمیم که ماه مبارک رمضان را به خاطر خدا گرفتیم یا به خاطر مردم گرفتیم.